درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما می شود. شالو گلخوجه هستم. همراهتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 14 دکامبر. ساختمان ها بیکارگر ماندند. روسیه می خواهد برای ورود مهاجران ساختمانچی سبوکی بدهد. پیشنهاد به حکومت ارسال شده است. سه مرد میان سال پیوسته دختری نابالغ را تجاوز کردند، ولی تنها یک نفر آنها به جوابگری کشیده شد. جبر دیده می‌خواهد خودکشی کند. سال ماهی در تاجیکستان. ماهیداران ختلانی میگویند امسال گوشت ماهی در کشور زیاد می شود. اونا مرحمت عمده اشتری کل با نرخ 25-28 تومانی ماهی را خریداری نمایند. وزارت ساختمان و خدمات کمونالی روسیه از حکومت این کشور خواسته است ورود مهاجران را برای کار در ساختمان ها سبکتر کند. این پیشنهاد برای بررسی به حکومت فرستاده شده است. در این سند آمده است ورود شهروندان خارجی برای کار در ساختمان ها تنها به کارخانه های اجازه داده می شوند که رعایت معیارهای بهداشتی را تامین کرده می توانند. انتظار می رود مقامات شماره کارگران ضروری برای انشاءات مشخص را تعیین کنند. وزارت ساختمان روسیه گفته است تا 1 دکامبر امسال در 5 منطقه روسیه نیروی کاری در ساختمان ها نمی رسند و آن را به منع ورود مهاجران کاری ربط داد. خبرگزاری تاس نوشت پیش از همه کمبود کارگران از تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین به مشاهده می رسد. پیوندان عبدوجبار قربانوف معروف به نام حاجی جبار ادعا میکنند که ماموران ریاست مبارزه به ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آنها را مورد پرسش قرار دادند. آنها در صحبت ویدیویی به رادیو آزادی گفتند که بر ضد حاجی جبار با گمان همکاری با تروریسم تفتیشات آغاز شده است. حاجی جبار از سال 1997 به این طرف در روسیه به تجارت مشغول بوده، از چهره‌های شناخته در میان مهاجران کاری توجیک محسوب می شود. روز 13 دکامبر آغاز تفتیشات پیشکی از طرف مقامات انتظامی را تصدیق کرد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت. درود بر شما. خب سبب اصلی دعوت نزدیکان حاجی جبار چی بوده است؟ بله شهلا، همین روز با نماینده ریاست مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کار داخلی تماس داشتند. ولی همسر حاجی جبار ادعا میکنند که او را کارمند این ریاست با نام انوشیروان دعوت کرده مورد پرسش قرار داده است. خودی همین انوشیروان در صحبت تلفنی با ما نگفت که آنها را دعوت نکرده ایم. او تنها گفت که باید جلسه رود و با همین سوال ما بی پاسخ ماند، یعنی تایید و تکذیب نکرد. اما صدف ما تشه و همسری حاجی جبار یک روز بعد از دعوت شدنش به همین ریاست که در 7 کیلومتر شهر دوشنبه واقع است به رادیو آزادی گفت پرسش آنها روزی 10 دکامبر صورت گرفته است. ما همین چهره بینند برای شوهر مرا تهمت کردگیان، همین چهره را بیند بیاوند دکازت کنند مونا که کدام وقت کدام ساعت در کدام ناحیه ای همین سیم کارت گرفتگی چشیدگی در کلی خوجاینی ما زدگیه میره بیاوند ما طلب داریم. طوری در همین نوار دیدیم پیوندان حاجی جبار میگن از نمایندگان ریاست خواهش کردند تا روز سه‌شنبه معلوم کنند که وی دقیقاً به چی متهم است و در کجا چی کاری خلاف قانون کرده است. خب یعنی تو فردا معلوم کنند. ولی شما با خود حاجی جبار تماس داشتید و وی چی میگوید؟ بله دقیقاً ما توانستیم با حاجی جبار تماس گیریم و گفت که 1 ماه پیش در تاجیکستان بود و هیچ مقام امور داخلی یا امنیتی او را به پرسش دعوت نکرده است. حاجی جبار میگوید که با ادعای مقامات آشنا هست و هیچگاه با نام خودش سیم کارت نداشت و هیچ گونه تماس با گروه های تندرو و تروریستی نداشته است. ضمناً عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که با این قضیه آشنا هست به رادیو آزادی گفت حاجی جبار بیشتر به مهاجران تاجیک و دانشجویان و ورزشکارانی که در مسکو فعالیت دارند کمک میرساند. در روزهای پنجم خصوصا برای مهاجران تاجیک کمک کرده است. از بس که شخص با نفوذ است و چند بازار را زیر نظارت دارد، طوری عزت امان میگوید شاید به دایره های در مسکو و در دوشنبه خوش نمیاد و میخوان نفوذش را کم کنند. تشکر برای صحبت. نگفته نماند که نام حاجی جبار چند دفعه از جمله در رابطه به حق ستانی در بازارهای مسکو در سرخط رسانه‌های روسیه قرار گرفته است. عین زمان خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان سال گذشته او را صاحبکاری وطنی معرفی کرد که در دهه آل سامانی نویه رودکی مکتب ساخته است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دادگاه در قرقیزستان اخیراً گمانبران تجاوز به ناموس دختر 13 ساله را بیگناه گفتند. تنها یکی از متهمان عیبدار اعلان شد، اما با وجود همه دلایل‌ها دادگاه نسبت او جزای سبک پیش بینی نمود. نزدیکان دختر نابالغ بر این باورند که او در سالهای نزدیک به آزادی می‌براید. همکاران ما از بخش نستعلیق وریم با والدان دختری تجاوز شده هم صحبت گردیدند و این گزارش را آماده کردند. اسم قهرمان این گزارش دختری نابالغی که بارها تجاوز و آزار و اذیت شده است تغییر داده شد. به نقل نزدیکان وی، 3 مرد کلانسال نیم سال دختری 13 ساله را تجاوز نموده او را به نوار می گرفتند. من اصلا فکر نمی کردم که سرنوشت دخترم چنین خواهد شد و آینده او را برباد می دهند. دختری من میگوید که میخواد بمیرد. حالا تنها مادرش با او صحبت میکند. پس از آنکه یکی از جنایتکاران را آزاد کردند، دخترم دیگر با من صحبت کردن نمیخواهد. حالا یگانه دختر این پدر در مرکزی بحرانی زندگی دارد. النورا که از یکی از جنایتکاران حامله دار شده بود مجبور شد اسقاط حمل کند. این حادثه رسا 1 سال پیش رخ داد. النورا خواننده صنف 7 همراه با بابایش در ده زندگی میکرد. 28 نوامبر دخترم از درس آمده و بیرون برآمد و دیگر بر نگشت. همین طور شب روز شد و او بیدرک بود. بگاه روز دیگر او پیدا شد. به خانه همسایه ما آمد. میترسید که به خانه خودمون درآید. همسایه به من زنگ زد و من رفته دیدم که دخترم گریه میکند. فهمیدم. پرسیدم که او در کجا است. گفت در خانه خودش. من او را پیدا و لطوکوب کردم. با باور نزدیکان دخترک آن شب حرمت، یک همدیهه 45 ساله‌شان المیرا را تجاوز کرد. او دخترک را با راه فریب به بیشکک برده دست درازی نموده است. بعدتر والدان المیرا فهمیدند که تا این وقت بجز حرمت 2 نفر دیگر هم دخترشان را تجاوز کرده است. نفر اول یک مسئولی با گرمی تامین کردن مکتب بوده است. دومی هم در همین مکتب کار میکرده است. چند پیش دادگاه در قرقیزستان ژالداشبک را بیگناه اعلان و آزاد کرد. با گفته نزدیکانش او حالا برای طبابت به جای دیگر رفته است. پیوندان این مسئولی تامین کننده مکتب با گرمی به خبرنگاران گفتند که ژالداشبک بیگناه است و المیرا خودش زندگی بی نظام داشت. من به این باور ندارم. او نمیتوانست چنین کاری کند، زیرا 5 وقت نماز میخواند. با سوال آن که آیا آنها به خانواده دختر مبلغ پیشنهاد کردند، آنها پاسخی رد دادند. ولی والدان النورا ادعا دارند که نزدیکان عیبدار شونده چند بار به خانه آنها آمده تلاش کردند با پول مسئله را حل کنند. این نوار از لحظه آخرین واخوری آنها با خانواده النورا است. در نوار پدر و مادر ژالداشبک با پسری کلانی و کلینشان به خانه والدان النورا آمده به آنها پول پیشنهاد میکنند. والدان النورا پول را نمیگیرند. با گفته آنها پیوندان عیبدار شونده های دیگر هم با آنها پول پیشنهاد کرده خواهش کردند که از بالای قرار دادگاه ناحیوی شکایت نبرند. این دادگاه در مرافعه دوم یکی از گمانبران را آزاد کرد. در این نوار دیده می شود که دادگستر صابر سعادانبک آرا را در جریان مرافعه چند بار خواب برد. عیبدار شونده سیوم سنگینبک اولو ارجان را که نیز در مکتب مردکاری میکرده است روز 11 دکبر آزاد کردند. والدان النورا ادعا دارند که او دخترک را به بینای مکتب کهنه برده تجاوز کرده است. او همچنین تمام این حالت را به نوار گرفته النورا را ترسانیده است که آن را به همسنفانش نشان میدهد. در نهایت تنها حرمت 45 ساله که دختر نابالغ را با راه فریب به بیشکک برده بود جزا گرفت. دادستان به او 20 سال زندان را طلب کرد، اما دادگستر این ماده را به جزای نسبتاً سبک تغییر داد. حرمت 7 سال و 6 ماه حکم زندان گرفت. وکیل دفاع النورا میگوید دادستان ها تا آخر تلاش کردند تا جنایتکاران به جوابگری کشیده شوند. در وزارت کارهای داخله هم میگویند گناه عیبدار شونده ها اثبات شده است. ما تمام دلیل ها را جمع آوری کرده پرونده را با ماده تجاوز نابالغ به دادگاه فرستادیم. آنها میدانستند که دخترک نابالغ است و در مکتب میخواند. گمانبر اولی که او را تجاوز کرده است به دیگران گفته است که میشود دختر را با تحفه و ترس به دام خود افکاند. قسمی از مهلت جزایی خود را حرمت الکی در زندان سپری کرد. عیبدار شونده های دیگر در آزادی هستند. پدر النورا بازنشسته و معیوب گروه دوم است. او تلاشش را برای مجازات تجاوزگران دخترش ادامه می دهد.
وی ادوکات گرفته است و امید دارد که در پایتخت دادگسترها قرار عادلانه قبول خواهند کرد. برنامه خبری رو ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. در خطلون ماهیداران تخمین میکنند که امسال در بازارهای کشور گوشت ماهی فراوان میشود، زیرا در برابر زیاد شدن خواجگی ماهیداری صید آن نیز در کلهای جنوب تاجیکستان افزوده است. در همین حال شرکت ها گفتند اگر برایشان دولت امتیاز میداد شاید نرخ این گوشت پرهیزی نیز به مراتب ارزانتر میشد. کامرسیت تا موضوع رو ادامه میدهد. ماهیداران در ناحیه عبدالرحمن جامی این شب و روز سرکارند. آنها باور دارند که امسال بیشتر از نقشه ماهی را جمع آورده و به بازار میبرند و احتمال نرخ آن نیز تا حد پایین و برای مردم دسترس می شود. حالا 1 کیلو نرخ گوشت ماهی در بازارهای ولایت ختلان وابسته به نوعهایش از 30 تا 35 سامانی و در بعضی حالت از آن گرانتر یا ارزانتر است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان میگویند برای خریدن گوشت ماهی سرمایه کافی ندارند و یا اگر سرمایه هم داشته باشند یافتن گوشت ماهی نه در همه گوشه های کشور امکان پذیر هست. اما نمایندگان خواجگی ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامی میگویند هر سال نقشه جمع آوری ماهی را افزایش میدهند و امسال 50 تن بیشتر ماهی را به مردم دسترس خواهند کرد. 48 کارگر مامگی هر یک کلده با هر یک برگاد خودش با خطیخش ما با دیگه کلده هم هست جمعگیر کردیم سیزن جمعگیری. سالهای اخیر در ولایت ختلان دهها خواجگی ماهی پروری پیدا شدند. آنها از افزایش نوهای زغار ماهی و سفید ماهی صحبت میکنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که امسال جمع آوری 800 تن ماهی را در نظر داشتند ولی تا آخر سال آن را تا 1000 تن خواهند رساند. 650 تن باید جمع آوری شود. نسبت به سال دیگه 50 تن کوشش میکنیم که زیاد کنیم شد. اگر ماهیداران از یک طرف برای جمع آوری بیشتری ماهی خرسندند، از سوی دیگر نگرانند که چگونه آنها را میفروشند. یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی گفت آنها پیشتر ماهی ها را به خارج صادرات میکردند ولی امسال پاندمی کرونا ویروس راهشان را به بیرون بسته است. با سببی که استحصال ماهی زیاد شد نرخ نوا در بازارهای ناحیه سال تا سال ارزان شده است. سال گذشته همین شب و روز که سالهای پیشین نرخ 1 کیلوگرم ماهی 80 سومان زیاد بود. خواست میتوانند مرحمت عمده از سر کیلو به نرخ 25 28 تومانی ماهی را خریداری نمایند. مالکان خواجگی های ماهیداری میگویند افزایش ماهی ممکن است به پایین رفتن نرخ آن در داخل سبب شود ولی بر فایده آنها نخواهد بود، چون به قول آنها خوراک ماهی گران است و کارگران برای نگاه و بین و جمع آوری آن باید معاش بگیرند. آنها میگویند در چنین لحظه های مشکل باید حکومت سبکی دهد تا هم ماهی فراوان شود و نرخش نیز به طور قابل ملاحظه پایین بیاید و مردم آن را به یک جزء خوراک هر روزه خود تبدیل دهند. در حالی که بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در گزارش گفته بود که حدود 70% کودکان در تاجیکستان به گوشت و ماهی دسترسی ندارند. و آوازخوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین امروز سفیر حسن نیتی آژانسی سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در روسیه تعیین شد. این آوازخوان 29 ساله مقیم مسکو با ترانه‌های اجتماعی و فعالیت جمعیتیش بسیار معروف شده است. دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل در روسیه میگوید در روز 70 سالگی تأسیس این اداره قرار شد منیژه سنگین را به حیث اولین سفیر این سازمان معرفی کنند. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. همچنین صفحه ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. یادتان نرود فردا همه شما را با خبرهای نو و تازه منتظر خواهیم بود. تا آن دم خدا نگهدارتان و خود را احتیاط کنید.